بارالها من را از شر من و اشتباهات من محفوظ کن. آمین. تمام زندگی ما زیر سر همین کلمه است. من یه بحثی برای دوستان عرض می‌کنم، اونم اینه که تو همه زندگیتون با چیزی جز انتخاباتون روبرو میشید و همه آنچه که در زندگی ازش گریزانید آیا جز آن چیزی است که روزی انتخابش کردید؟ توجه این چیزی؟ درست. اینجاست که انسان باید بیسته و از خودش یه سوال کنه که اون لحظه‌ای که داشتم انتخاب می‌کردم رو چه معیارم، رو چه فکری بودم؟ بی فکری. اون فکری که مرا به این انتخاب آورد از کجا آمد؟ از کجا آمد؟ تمام هر آنچه که انسان باش مواجه میشه حاصل خودشه و بزرگترین دعا جالبه ها این کلام و بزرگترین نفرین آن است که بگی الهی با خودت مواجه شد. من هر کی با من بد کنه اینو بهش میگم الهی با خودت مواجه بشی، عین خودتو بذاره سر. اونم خوشحال میگه آمین. ولی یه لحظایی به خودمون دقت کنیم ببینیم واقعا خودمان را تحمل میکنیم. تمام داستان قیامت اینه، جوک‌های بهشت جهنم رو بریزید دور. اصلا قصه قیامت اینه، ماجرای معاد اینه که تو با خودت مواجه میشی. همش هم خبر دیگه ای نیست. بارالها اگر به فضل و کرمت دستمان نگیری، اگر به فضل و کرمت دستمان نگیری، از 100 چله ما کاری بنجام نیست. از 100 چله ما کاری بنجام نیست. و این حقیقت هر آنچه که هست است. حالا یه اشکال میشه، اشکالی که قرن هاست گریبانگیر انسان شده و نیم قرنه که گریبانگیر ملت ما شده. اونم بلا و مصیبت گردن خدا انداختن. ما به بدبختی و بلای گردن خدا انداختن دچار شدیم. تو وادی عرفان، گیر عرفان میری، هر بلایی سرت اومده میگه حکمت خداست. عضلات هم که دیگه گفتن نداره، میدونید همش تقصیر خداست. خدا بخواد میشه، خدا نخواد نمیشه. این وسط منسیم تکلیفم روشن است. آیا منم قرار کاری بکنم؟ آیا این جایی که هستم یه چیزایی به من سپرده شده، دست من هست؟ به قول مولانا صدرا ازش راجع به اختیار پرسید. گفت یه پاتو بلند کن. بلند کرد. گفت حالا دومی رو بلند کن. هر کاری کرد نشد. گفت جبر و اختیار تفسیرش این است. زیباترین معنای جبر و اختیار، یعنی 50-50 همه. و اون 50% که تو نمیدانی دست دوست. یه کلامی راجع به آینده است، میگه برای آینده قصه نخور، برای آینده هم و غم نداشته باش، کار امروز رو درست به انجام برسان، فردا را تصمیم کرد.